سلام. راستش یه تصمیمی تو زندگی هست که شاید سرنوشت سازتر از هر تصمیم دیگه‌ای باشه. انتخاب شریک زندگی. این همون انتخابیه که میتونه منبع بزرگترین خوشی‌ها یا عمیق‌ترین چالش‌های ما باشه. حالا سوال اینه، تو این مسیر پیچیده چطوری میتونیم قدم‌هامون را محکم برداریم و یه انتخاب درست داشته باشیم؟ برای اینکه بفهمیم موضوع چقدر جدیه، میخوام یه عدد بهتون نشون بدم. 245%. تو بعضی از مناطق این عدد نسبت طلاق به ازدواجه. ببینید، این فقط یه عدد خشک و خالی روی کاغذ نیستا. یه زنگ خطره. یه هشدار جدی که به ما میگه خیلی از شروع‌ها متاسفانه به یه پایان خوب و پایدار نمیرسن. و این یعنی باید رویکردمون رو عوض کنیم. ولی بذارید بهتون بگم قضیه از این آمار رسمی هم عمیق‌تره. پشت خیلی از این جدایی‌های ثبت شده یه چیزی هست به اسم طلاق عاطفی، همون فاصله سرد و سنگینی که خیلی وقت پیش بین دو نفر افتاده. دقیقاً همین واقعیت تلخه که مثل یه سیلی بهمون یادآوری میکنه که چقدر انتخاب آگاهانه همون اول راه حیاتی و مهمه. خب، حالا سوال اینه که راه حل چیه؟ اصلا نقشه راهی برای این مسیر سخت وجود داره؟ خبر خوب اینه که بله، وجود داره. ما تو این برنامه میخوایم بریم سراغ یه چارچوب خیلی ساختار یافته و عملی از کتاب نیمه دیگرم آقای محسن عباسی ولدی تا با هم ببینیم چطور میشه با ابزارهای درست یه انتخاب منطقی تر و در نتیجه پایدارتر داشت. این کتاب یه نقشه راه 7 مرحله‌ای خیلی واضح و روشن جلوی پای ما میذاره. بیایید با هم قدم به قدم این مسیر رو طی کنیم. چیزی که این 7 قدم رو خیلی خاص میکنه، ترتیب منطقیشونه. ببینید چقدر هوشمندانه چیده شده. همه چیز از درون خود ما شروع میشه. اول خودشناسی، یعنی اصلا ببینیم خودمون کی هستیم. بعد تعیین معیارها، یعنی مشخص کنیم دنبال چی میگردیم. تازه بعد از این هاست که فرایند میره به سمت بیرون، گفتگو، تحقیق و مشاوره برای شناخت طرف مقابل و در نهایت با توکل تصمیم آخر رو میگیریم. این یعنی یه فرایند کامله، نه یه اتفاق شانسی. خیلی خوب، نقشه راه رو دیدیم. حالا بریم سراغ قلب ماجرا. یعنی یکی از مهمترین مفاهیم کلیدی که این کتاب روش تأکید داره، کفویت. ببینید، کفویت یعنی اینکه دو نفر فقط ظاهرشون شبیه هم باشه؟ نه، اصلاً. خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. کفویت یعنی تناسب داشتن توی ارزش‌ها، توی اهداف، توی نگاه به زندگی. یه نکته کلیدی اینجا هست. کفویت یعنی دو نفر فقط همراه هم نباشن، بلکه بتونن همسفر هم باشن. یعنی چی؟ یعنی بتونن توی مسیر مشترک به سمت یه مقصد مشترک حرکت کنن و باعث رشد همدیگه بشن. خب، میرسیم به یکی از اون چالش‌های همیشگی، اون جنگ معروف بین عقل و دل. به حرف کدوم گوش کنیم؟ چطوری میشه این دوتا رو با هم آشتی داد؟ کتاب برای این تعادل یه راهکار واقعاً هوشمندانه و جالب ارائه میده. اینجا یه ایده کلیدی و شاید غافلگیر کننده مطرح میشه. نقش عقل و احساس قبل و بعد از ازدواج باید جابجا بشه. چطوری؟ اینطوری که قبل از ازدواج عقل باید راننده باشه. منطق شماست که با معیارها و تحقیق فرمون رو دستش میگیره و مسیر رو مشخص میکنه. احساسات اینجا نقش کمک راننده رو دارن. اما به محض اینکه انتخاب عاقلانه انجام شد، این نقش‌ها برعکس میشه. توی زندگی مشترک این احساس و عشق که میشه موتور محرک رابطه و عقل تبدیل میشه به نگهبان و پشتیبان اون احساس. پس هدف چیه؟ هدف اینه که ما به یه چیزی برسیم به اسم احساس عاقلانه. این نوع احساس مثل آتیش روی بنزین نیست که یهو شعله‌ور بشه و زودم خاموش بشه. نه، این مثل یه درخته که ریشه‌هاش محکم توی خاک شناخت و منطق فرو رفته. برای همینم هست که با گذشت زمان نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه عمیق‌تر و قوی‌ترم میشه. خب تا اینجا فهمیدیم که کی رو و چجوری انتخاب کنیم. ولی یه تیکه مهم از این پازل مونده. کی؟ باور کنید زمانبندی این تصمیم به اندازه خود انتخاب اهمیت داره. آمادگی برای ازدواج صرفاً یه عدد توی شناسنامه نیست. نه، مجموعه‌ای از چند تا بلوغه. منظورم چیه؟
اول، بلوغ عاطفی، یعنی بتونیم هیجانات خودمون رو مدیریت کنیم و طرف مقابل رو درک کنیم. دوم، مسئولیت پذیری مالی، یعنی درکی از تعهدات اقتصادی داشته باشیم. سوم، استقلال اجتماعی، یعنی بتونیم مستقل تصمیم بگیریم. و در نهایت، وضوح فکری، یعنی بدونیم تو زندگی دنبال چی هستیم و هدفمون چیه. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع از همه این حرفا داشته باشیم، 4 تا نکته کلیدی رو باید یادتون باشه. اول، به انتخاب به چشم یه فرایند نگاه کنید، نه یه شانس یا اتفاق. دوم، دنبال کفایت واقعی باشید، چون این سنگبنای اصلی رابطه است. سوم، یادتون باشه، عقل راهنمای قبل از ازدواجه و احساس همراه بعد از اون. و چهارم، قبل از اینکه وارد این سفر بشید، مطمئن بشید که خودتون شخصاً برای اون آماده هستید. و همه اینها ما رو به یه سوال آخر میرسونه. یه سوال خیلی شخصی. با در نظر گرفتن همه اینها، آیا شما برای مهمترین انتخاب زندگیتون آماده اید؟ نه فقط آماده برای ازدواج کردن، نه، بلکه آماده برای یه انتخاب آگاهانه و خردمندانه. این سوالیه که جوابش آینده شما رو میسازه.